استاذه جان درباره بی‌فرزندی صحبت میکردید، یا از حیات پیامبران یا از صحابگان، تا قلب ما زنهای بی‌فرزند کمی آرام شود. پیش از همه پروردگار برای تمام خواهر و برادران بی‌فرزند فرزندان صالح نصیبشان کند. دویم، بی‌فرزندی هم خیلی کمی پیش در آیت گفتم و یجعل ما یشاء و عقیم میگوید الله. این یک امتحان الله هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط از خدیجه فرزند داشتند. دیگر همسران پیامبر یگان تاش از پیامبر فرزند نداشت و جز کنیزشان ماریه که آن هم در 1 سالگی پسرچه‌شان ابراهیم هم وفات میکند. که حضرت ابراهیم چه حضرت زکریا یا گفتیم حتی خود پیامبرمان صلی الله علیه و سلم اینها فرزند نداشتند و پیامبر با دستان خود 6 فرزند خود را یا حتی میتوانیم بگیم 7 فرزند خود را زیر خاک کرده بودند. این یک امتحان است که به این باید صبر کرد و از پروردگار اجرش را پرسید. اما درباره یعنی بجز صبر کردن حاضر خیلی ساحه طب پیش رفته است، راههای خیلی زیاد برای طبابت است. از پی آن هم شوید و یقین بدانید که برای این بی‌فرزندی که صبر میکنید خداوند اجر شما را میدهد. این هم یک امتحان است. یک گروه با بی‌فرزندی، یک گروه با مرگ فرزند، یک گروه فرزنددار و بی‌فرزند، یعنی فرزند دارن اما طرز زندگی میکنن یا طرز یک فرزندان ناصالح دارند که گویا که فرزند ندارند. یک گروه دیگر باشند فرزند دارند و آرزو دارند که کاش این گونه فرزنددار نمیشدند. یعنی همه یک امتحان خود را دارد. المال و البنون زینت الحیات الدنیا میگوید الله. مال و فرزندان شما زینت حیات شما هست، اما حیات شما و الباقیات الصالحات خیر عند ربک و ابقا. اما آن ذکر و نماز و عبادت هایی که شما میکنید آن در نزد پروردگار همیشه میماند، آن همیشه بهترین است. و حتی میگوید انما اموالکم و اولادکم فتنه. بعضن مالهای شما و فرزندان شما یک امتحان هستند برای شما که شما چگونه با آن عمل میکنید. شما آیا فرزندانتان شما را به دوزخ میکشاند یا هر چی باشد هم شما در عبادت خود پایدار می استید. و بی‌فرزندی رو همچون یک امتحان، یک تقدیر الله باید قبول کرد و اصلا ناامید نشد که سبحان الله حضرت ابراهیم در پیران سالگی، حضرت زکریا هم در پیران سالگی، پیامبر صلی الله علیه و سلم 1 سال 2 سال پیش از مرگشان نصیبشان شده بود که فرزنددار شوند. الله قادر است که در همه سن و سال برای شما فرزند نصیب کند.